سلام به همه اسنایپ بازا، به کانال گیم داون خوش اومدیم. امروز قراره بریم مرحله دوم اسنایپ کانترکت 1، یعنی بندر کلچاک فکر کنم، اگه اشتباه نکنم بندر کلچاک دیگه. تلفظم هم اشتباه باشه دیگه ببخش دیگه. این قسمت بعضی چالش ها داره، بعضی قراردادها داره که باز رو یکم سخت‌تر از قسمت اول میکنه. این قسمت قراره کلن بی سر و صدا بریم و بی سر و صدا برگردیم، یعنی اینو توی چالنجاش گفته اگه میخوای کامل تمومش کنی و 60,000 تا بگیری باید قرارداد و بی سر و صدا تمومش کنی. حالا منم که خیلی دوست دارم بی سر و صدا برم، تا جایی که میتونم هم این کارو میکنم. اگه نشه که دیگه هیچی دیگه شانس منه. خب قبل از همه چی من میخوام چند تا، یعنی 468 تا توکن دارم من میخوام با اونا ارتقا بدم. اولین ارتقای من اونایی که نشون میدم الان، اونا رو قشنگ زیر نویس میکنم، به فارسی تبدیل میکنم که شما هم بخونید. این قشنگ مینا رو نشون میده. وقتی L1 رو میزنی قشنگ رد پا و مینا رو نشون میده، شعاعش رو نشون میده که مثلا تا چه شعاعی مثلا پاتو بذاری میگیره. اینو حتما باید من بگیرم. این از این نقاط ضعف مسائل نقلیه رو نشون میده، یا مثلا هواپیما، ماشین، هر چی. اینو حتما باید بگیرم. اینم از اینا فعلا چیز نیست. خب این زوم دوربینم رو زیاد میکنه، یعنی زوم ماسکم رو زیادتر میکنه. اینو حتما میگیرم. خب بعد این شنود میکنه سربازا رو، اینم میگیرم. بعد اینا که دیگه زیاد البته مهمه، نمیگم مهم نیست، ولی خب از اونا مهمترم هست. دید در شب 100%. خب اینم در حالت ماسک، یعنی هیچ دوربین رو باز نکنی. شعاع 25 متری خودکار سربازا تگ میشه، یعنی قشنگ نشون میده که کجا. شعاع 25 متر. این از اینم باید بگیرم. بعد این خیلی خوبه، 24 متر مثلا L1 رو بزنی مثلا همه چیزا رو نشون میده، دشمنه رو اینجا. این خیلی خوبه. بعد اینو فعلا نه، ولی این یکی خوبه که پشت مثلا اشیا هم باشن قشنگ معلوم میشن. هر سربازی باشه قشنگ معلوم میشه، پشت هر دیواری، پشت یه مانع چیزی قشنگ معلوم میشه کجا میره. خب اینو 3 تا میخواد، عیب نداره میگیرم. از اون ببین هم پول کم میشه، هم از اون ستاره ها کم میشه. خب این از اینا رو باید میگرفتیم. خب این از این. بعد یه دونه از این استامینا. خب اینا 50% زودتر پر میشه. این خیلی خوبه. اینم اوکی. بعد این تعداد نارنجک ها مثلا هر تعداد وسایلمون رو زیادتر میکنه، به 5 تا میرسونه. اینم خیلی خوبه. اینم میگیرم. این یه جا واسه مثلا یه دونه وسیله بیشتر میتونیم برداریم قبل از اینکه باز رو شروع کنیم. خب این زیاد من فکر نمی کنم فعلا اونقدر مهم باشه. خب بیایم اینجا، میتونیم اینو باز کنیم، میتونیم دوربین رو باز کنیم. خب بذار ببینم اینجا چیه.
مهمتر از همه اینه با چاقو یه دونه سرعتش رو زیادتر کنیم. فکر کنم اینجا وقتی میکشی لوتش هم میکنه. آره اینم خوبه. این که 100% خوبه. 2 نفرشون رو با هم باید بکشیم. اینو توی چلنجاش هم اومده که باید 2 نفرشون رو با هم دیگه بکشیم با چاقو. از همه مهمتر اینه اونایی که زره دارن رو، اونایی که زره داره، خب اونا رو قشنگ میتونیم از پشت خفتشون کنیم. اینم از یعنی دیگه اصل کاریا رو فعلا باز کردیم. اون اصل کاریه رو فعلا باز کردیم. بیشتر از اون زیاد مهم نیست فعلا. تو قسمت های دیگه هم انشالله بقیه‌اش هم باز میکنیم. خب چیز زیادی نمونده که بگم. بذار یه نگاه بکنم اینجا. تقریبا مأموریت هامونو بذار بگم. یه دونه دفترچه الکترونیکی رو باید هک کنیم. دومیه لئونید لژوف. خب یه دونه هم باید 3 تا C4 زیر یخ شکن ها بذاریم. بعد 4 نفر از بین بردن ایگور و سخوف حذف کنیم. یه دونه هم که به دست آوردن تلفن هوشمندشونه. الان چالنجاش 5 تا باید قتل زنجیره‌ای داشته باشیم، همون با چاقو. 2 نفرشون رو با هم بکشیم که بشه 5 تا. خب یکی هم اینه 10 نفر رو باید منفجر کنیم. اینم از این. 3 نفر رو با استفاده از مین باید بکشیم. اینم از این. کورچاتاو و سخوف رو بدون به صدا در آوردن آلارم باید بکشیم. این که 100%. و این یکم سخته. کشتن نژولف در 5 دقیقه اول. این یکم سخت. تمام قرارداد رو بدون به صدا در آوردن آژیر کامل کنید. وای این اون چیزیه که من میخوام. خب بدون معطلی بریم سراغ مأموریتمون. خب Greetings, Seeker. Your contract is Igor Sekov. He is CEO of Sekoil, Siberia's largest oil exploration and production company. Igor's father established the company and made a fortune buying state-owned assets during privatization in the 90s. But Igor was more interested in guns, cars, and girls than business. And during the Siberian War of Independence, he fled to London. There he met Olga Kurchatova, the party-loving youngest sister of the Siberian Prime Minister. Their marriage brought Sekoil and the Siberian state even closer together. They now plan to reclaim the disputed territories of the Arctic by sabotaging oil rigs belonging to Russia, Denmark, and the United States. They will leave evidence that implicates the Siberian wolves. Sekov is on his way to his local office at the Kolchak seaport. His chief strategist, Leonid Nishlev, will also be there, coordinating the assaults. He must be eliminated too. Sekov's death won't be enough. You need to recover their list of primary targets. Find their electronic logbook at the port. Retrieve its contents. Along with his smartphone, we need to know who inside the government knew of his plans. Finally, we need you to plant explosives on the nuclear-powered icebreaker. It must never leave the port. Scupper their plans, Seeker.
Sakov has just arrived at the shipyard. His wife is on the move, probably meeting him there. Got it. The lighthouse. A good spot to camp. اولین کاری که باید بکنیم توی 5 دقیقه باید نژولوف رو بکشیم. اگه اشتباه اسمش رو تلفظ نکنم. فقط زود باید بگیم. Seeker, we have new intel. We have learnt that Kurchatov ordered the secret police to bug his brother-in-law. Where's the trust these days? I'm at the vantage point. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following. بخوابه یه دونه اینه از مهمش این است و این هم است و این هم است و فقط زودتون سریع. خب این هم است و یه کسی نمونده. اینا رو هم پس کنیم. گفته 2 نفرم باید همزمان بکشیم. بذار ببینم این 2 نفر رو میتونم همزمان بکشم. دیگه اون چیزو باز کردیم، هر وقت با نایف بزنیم دیگه چیزه وسایلش رو جمع میکنه، لازم نیست برگردی وسایلش هم جمع بکنه. Pin them down! Nishlev's dead. Fine work. باید الفرار کنیم. I've updated the exfil coordinates on your map. الفرار. خب بدو. بدو. خدا وکیلی اگه 5 دقیقه نشه دیگه اعصابمو خورد میکنم. خب اینجا مین هست، مواظب باشین. مادرت بدو 5 دقیقه رو بده. بگو که 5 دقیقه شد. بله 5 دقیقه رو گرفتیم.
پدرم در اومد. الان باید یه دونه چیز کنیم، چی میگن، چون 5 دقیقه رو رفتیم الان باید چیز کنیم. ببین اینجوری ریستارت بزنیم چون دیگه اون ثبت شد دیگه. خب الان من اومدم اینجا، بعد دیدم که اینجا زبدر خورده. این اسمش چیه؟ مزولوفه چیه؟ خب بعد دیدم که زبدر خورده. بعد رفتم تو منوی اصلی، از بازی در اومدم رفتم تو منوی اصلی، بعد دیدم تو منوی اصلی تیکش خورده. پس دیدم مشکلی نداره دیگه، جایزه‌شو گرفتیم. اگه اینجام زبدر بخوره دیگه مشکلی نداره، جایزه‌شو گرفتیم و تموم شده رفته. پس با خیال راحت بقیه قسمت رو میتونیم بریم. فقط باید بی سر صدا بریم، تنها مشکلمون اینه. I'm near the harbor. Sakov has just arrived at the shipyard. His wife is on the move, probably meeting him there. Got it. The lighthouse. A good spot to camp. بعد یه چند تا چیزم هست که الان برسم اونجا بهتون میگم. این برج 2 تا ورودی داره. خب یه دونش میبینید اینجاست، یه دونش هم اینجاست. اگه از اینجا بری زودتر میرسی بالا، اگه از اینجا بری باید از دیوار بپری و فلان، من یکم طول میکشه. پس بهترین راه همین Seeker, we have new intel. We have learnt that Kurchatov ordered the secret police to bug his brother-in-law. Where is the trust these days? I'm at the vantage point. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following. الان اینجا رو میبینید، اینجا اسنایپ نیست. اگه مال شما اینجا اسنایپ بود 5 دقیقه رو نمیتونید برید، چون اینجا یه سرباز یه دونه اینه. پس طول میکشه. بذارید اول اینو بزنم، این خیلی طول میکشه. خب اگه اسنایپ اینجا بود کلا کارتون سخته. سرباز بیاد اینجا بزنید و بیفته پایین. حالا اگه این نفهمه 100 در 1000 اگه میشه نفهمه، خیلی سخته این قسمتش. باید اسنایپ بیفته اینجا چند بار. بیاید اینجا ریپلی میسیون بزنید، بعد این بیفته اینجا و یه دونه اسنایپ هم اینجا. که اینجا نوبت این اسنایپر یکم بذار سرشو بچرخونه. سرشون نچرد اینجوری میزنیمش. اینو اصلا اینجا نزنین چون داخل مثلا خیلی رفت آمد میکنه. بذارید به چرخه بیاد ببینیم اینجا این قسمت میاد. خب الان نوبت اینه. این هم اینجوری. بعد باید منتظر باشیم این دوتا بیان اینجا که اومد. اینو بزنید بهتره که این دوتا هم یکی از چلنجا رو یه دونش رو رفته باشیم. خب اینجا یه نفر دیگه هست دقیقا این قسمت.
اینم بیاد بیرون مارکش کنیم دیگه کارمون خیلی راحته. آهنگش یکم یه جوی زد که ترسیدم، فکر کردم کسی فهمیده. خب ببینید اینجا دیگه لازم نیست لاست چک پوینت رو بزنید اگه کسی فهمید. دوباره از اینجا میاره. Black gold has always attracted a large following. من موندم اون چی رو فهمیدم. دیگه حالت سختش هم اینجوریه دیگه. چه خوب که این ندید. بذار بشینم. مزید فیلم داره نگاه میکنم. خوب شد. کش کنم. تا این فیلم دراز بکشه اینو نگاه کنم. خب اینا رو الان مارکش کردم. این دوتا دراز بکش دیگه. اینم دراز کش. 250 اینم از این چی ها موندم. بکنم دارم بیاری اینجا کلک اینم بکنیم. اینم از این دوتا.
دوتای دیگه که اینجا وایسادن. اینا رو من میخوام چیز بکشم، زنجیره‌ای بکشم. بعد این دوتایی که اینجاست آخر سمه بکشم با نارنجک که دیگه هیچ کس نباشه، کسی هم نفهم. مسیراشون جدا شده ازم. اینا منتظر اینم بیاد بیرون و تمام. البته اگه بیاد بیرون زود. اینم از این. یکیش بیرون پایین اینجا جیب بشه. بیا خب بازش سیو شد. اگه کسی هم ببینه میتونیم از اینجا لاست چک پوینت بزنیم. We are done. Sector 4 is clear. Okay, can you help me here with this? I think I heard it. Who's there? اینم فکر کنم زنجیره‌ای شد. آره یه نفر زنجیره‌ای، 2 نفرم اینم دیگه نمیشه گشت چون اون چیزا گرفتم که وقتی کسی رو مخفی میکشی وسایلش هم خود برمیداری. بذار اینا رو بردارم. اینا حیفه، باید همش رو بردارم. اینا اون اسلحه های اتوماتیک رو از کار میندازه، فکر کنم هک میکنه. زیب. خب آره. بعد اینکه من چاقو دوست دارم خیلی. به جای این چاقو بعد اینجا فول اما. اینو زدم افتاد اینجا یا چی؟ آره این منم یواش بیافتم. یکی از اینا رو اینجا زدم. من تو رو نزدم. بخوریمش لوتش کنیم. بره اینجا.
هیچی نیست. خب الان میتونیم بریم جلو. فعلا با اونا کار نداریم. Nishlev's dead. Fine work. I've updated the exfil coordinates on your map. زودتر تو سطل اشغال بندازم کسی نبینه، به بادمون بده. نه بیا اینجا. فکر نکنم دیگه کسی باشه که بخواد منو ببینه. یه بار دیگه اینو بذارم. آها اون بره. اینو بندازم تو آب هر چی زودتر. اینجا میله داره. یا اینو بزنم از اینجا. Where are the others? Locations now. They're right there. فقط یه نفر مونده. فقط یه نفر. اونم با چی؟ با نارنجک خوشگل مشکل. بدون اینکه به مشکلی بر بخوری بریم اونو بکشیم اول با نارنجک، بعد قشنگ آروم آروم طرفم میترسم. نارنجک رو بندازم بفهمم. There's a reputation. Drinking a shaman's urine? He has been drinking only water for days. Grenade! Cover! ایول نفهمید کسی.
خوشمان آمد. این چرا نگی کرده؟ خب الان باید مین پیدا کنیم. مین اینو چیز کنم. الان باید مین پیدا کنیم. خب بزن بدیم. اینجا میشه فقط باید زمین رو بگردیم ببینیم مینی چیزی نیست بریم روش پدرمون در بیاد. دقیقا این قسمت کاره عجب از جایی اومدیم. حالا بیا از این مینا رد شد. نکنه این همونا بودن که باید میذاشتیم. حالا بذار این نبود از اونا برمیدم. ببینم این دوتا رو گشتم یا نگشتم. چقدر هم قشنگ همه بغل کرده. سیو نشتیم. نه اینجا نبود. اشتباه اومدم ببخشید. از اینجا باید میومدم. بای بریم که رفتیم عجیبه رفتیم. خب مرسی که تا اینجای ویدیو کنار من بودیم. حتما برای حمایت من سابسکرایب کنید. اصلا یادتون نره لایک، کامنت، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم زودتر از همه با خبر بشی. تا ویدیوی بعدی خداحافظ همتون.